سلام، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو و ویدیوهای بعدی میخوام 0 تا 100 کار با برنامه کپکات رو بهتون یاد بدم که از این به بعد بتونید بدون نیاز به هیچ سیستم و برنامه‌ای مثل پریمیر یا داوینچی کارهای ادیت ویدیوتون رو به صورت کامل و 0 تا 100 توی گوشی با برنامه کپکات انجام بدید. من اول میخواستم این دوره رو به صورت پولی توی فروشگاه سایت بذارم، ولی چون تعداد درخواستاتون خیلی زیاد بود و خیلی‌ها گفته بودن که نمیتونیم اون رو تهیه کنیم، تصمیم گرفتم که به صورت کاملا رایگان و روزانه ویدیوها رو توی کانال آپارات یوتیوب ترفند3 براتون بذارم که همه بتونید بهش دسترسی داشته باشید. همین الان میتونید کانال آپارات یا یوتیوب ترفند3 رو دنبال کنید که روزهای بعد بتونید اولین نفر ویدیوهای آموزشی برنامه کپکات رو ببینید. و اگه یه زمانم بعد از دیدن کل ویدیوها از دوره راضی بودید، خواستید به پیشرفت ترفند3 کمک کنید، میتونید از فروشگاه سایت این دوره رو تهیه کنید و ویدیوهاش رو برای خودتون داشته باشید. اما توی این دوره حالا این ویدیو مقدمه است، ولی خب توی ویدیوهای بعدی میخوام کارهای ادیت مثل برش ویدیو، زوم کردن، سیاه و سفید کردن، افزایش یا کاهش سرعت پخش، چجوری پس زمینه ویدیوهای معمولی یا پرده سبز رو حذف کنیم، چجوری تغییر صدا بدیم، روی بخش خاصی افکت صدا بذاریم و با تصویر هماهنگش کنیم و کلی کار مختلف ادیت دیگر رو به صورت کامل و جامع براتون میذارم. دیگه اینطوری نیست که ویدیوها رو خیلی سریع توضیح بدم. ممکنه تایم هر ویدیو حدوداً 20 الی 30 دقیقه باشه و هر سوالی هم که پیش میاد و پیش اومده رو قبلا داخلش جواب میدم، ولی خب توی همون ویدیو هم میتونید سوالتون رو بپرسید، من سعی میکنم خیلی سریع اونا رو جواب بدم. میدونم یه مدت نتونستم کامنت ها رو جواب بدم، ولی از این به بعد تصمیم گرفتم دوباره به روال قبل برگردم و هر سوالی که راجع به اون ویدیو داشتید توی کمترین زمان بهتون جوابش بدم. این از این موضوعات. یه مشکلی که این اول کار پیش میاد اینه که خیلیاتون فرق نسخه پرو با معمولی رو نمیدونید. توی نسخه پرو همه چیز باز و قابل استفاده است، ولی توی نسخه معمولی که توی پلی استوره اگه از افکت‌های پرو استفاده کنید نمیذاره که موقع خروجی گرفتن از ویدیوتون خروجی بگیرید. پس برای اینکه به صورت کامل از این برنامه استفاده کنید باید نسخه پرو رو داشته باشید و البته بعضی از قسمتاش هم فیلتره، باید فیلتر شکن هم داشته باشید. من همیشه جدیدترین نسخه پرو برنامه کپکات و برنامه‌های دیگر رو توی دانلود کرده ترفند3 براتون میذارم که آدرسش رو الان روی صفحه براتون مینویسم. میتونید خیلی راحت اونو دانلود روی گوشیتون نصب کنید و شبیه من و آموزش ها پیش برید و کارهای ادیتتون رو انجام بدید. این از بحث نسخه پرو. و حالت سوال دومم اینه که خیلی پرسیدید من چطوری برنامه کپکات رو افقی اجرا میکنم. اگه توی تبلت این برنامه رو اجرا کنید میتونید به صورت افقی باهاش کار کنید و اون نشانگر موس هم همین موس با استفاده از کابل OTG که من به تبلتم وصل میکنم و آموزش ها رو براتون میگیرم که تصویر بزرگ باشه و بتونید همه بخش ها رو ببینید. این از این دوتا سوالی که اول کار وجود داشت. حالا توی ویدیوی بعدی بخش ادیت برنامه کپکات رو به صورت کامل بهتون توضیح میدم. اگه همین الان هم سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید توی نظرات همین ویدیو برام بنویسید که من توی ویدیوهای بعدی اونا رو در نظر بگیرم. لایک این ویدیو و ویدیوهای بعدی رو فراموش نکنید. البته هیچ اجباری توی این کار نیست. هر زمان که از هر ویدیویی راضی بودید اگه لایکش کنید به من کلی انرژی میدید و میتونید با کامنتاتون هم کلی خوشحالم کنید. ویدیوی بعدی میبینمتون. موفق بشید. البته اینو یادم رفت بهتون بگم ویدیوهای بعدی رو میتونید دقیقاً دنبال همین ویدیو ببینید، توی همین پلیلیست قرار میگیره. وقتی که حالا 4-5 روز ویدیوهای بعدی منتشر بشه، هر زمان که این ویدیو رو پخش کنید ویدیوهای بعدی هم منظم در ادامش قرار میگیره که میتونید اونا رو پخش کنید و کار با برنامه کپکات رو یاد بگیرید. حالا دیگه موفق باشید.